جناب وزیر صاحب بزرگوار در شما اطمینان میتم، شما و همه از یک مدرسه فارغ شدین. محمد غفور نبی در حضور مولا یعقوب وزیر دفاع ناخواسته دو چیز را اشکار میکند. سلام، خوش آمدید به اخبار امروزی ما. مولوی محمد غفور نبی رئیس شورای علمای فاریاب طالبان در یک سخنرانی در حضور مولا یعقوب وزیر دفاع ناخواسته دو چیز را اشکار میکند. یک، تعصبات در رژیم طالبان اوج گرفته است. مولوی غفور زور میزند که به رهبران پشتون طالبان بفهماند که تعصب درست نیست. دو، مولا یعقوب از مدرسه در کراچی فارغ شده است. هر دوی این مولوی ها از همان مدرسه به عاقبه یکسان فارغ شدند، هرچند از دیر باز غالب نخبگان و شهروندان افغانستان میفهمیدند که رهبران طالبان و خانواده هایشان سالها در پاکستان زندگی میکنند و تحت اشراف آن کشور هستند. این بود اخبار امروزی ما. تا اخبار روی کانال ما را سابسکرایب نمایید. وقت خوش، خدا نگهدار.